واسطه روزه روز و قیام شب رمضان خداوند گناههای ما قبلی این بنده را بیامرزه. واقعا این ماه حقیقتا ماهی بزرگ است، بزرگترین ماه است. خداوند متعال برای امتهای محمد صلی الله علیه و سلم روزه ماه شریف رمضان را تقدیم کرده است. حضرت سلمان فارسی شخصیتی که تمام مسلمانای عالم خاصتا مردم عجم با نام بزرگش افتخار دارند، با ایمانی که بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم داشت، با خدمات شریفی که در ساحه شریعت غرا کرده است افتخار، مقصد که احترام دارند نسبتش. روایت میکنه حدیثی را که با نام حدیث شعبانیه معروف است. حضرت میگه خطبنا رسول الله صلی الله علیه و سلم فی آخر یوم من شعبان. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در روز آخر شعبان نزد ما خطبه خواند. روز آخر شعبان کشید، پگاه شکر رمضان میشود، یعنی یک روز قبل از شروع شوی رمضان حضرت صلی الله علیه و سلم میگه از برای ما مسلمانان از برای صحابه‌اش خطبه خواند. گفت یا ایها الذین آمنوا قد اظلکم شهر عظیم مبارک. گفت ای کسایی که ایمان به خدا و روز قیامت داره، ای مسلمانان، بالای سر شما یک ماه بینهایت بزرگ و یک ماه بسیار متبرک الکی سایه انداخته است. شما الکی در سایه همین ماه بزرگ قرار داره. ببینید چرا میگه ماه رمضان بزرگ است؟ برای که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم این ماه عظیم گفت. برای چی میگن این ماه مبارک، ماه مبارک رمضان؟ زیرا شارع بزرگ ما محمد صلی الله علیه و سلم گفت این ماه مبارک است. لقد اظلکم شهر عظیم مبارک. اگر فضیلت های این ماه نگیم، به خدا قسم اینقدر فضیلت داره که اگر شب تا سحر صحبت کنیم از 101 فضیلت چه گفته نمیتونیم. اگر تمام فضایل ماه شریف رمضان ما یک طرف بگذاریم، برای بزرگی این ماه همین مقدار کافی است که خداوند متعال قرآن عظیم شأن در ماه شریف رمضان از لوح محفوظ به آسمان دنیا نازل ساخته است. این ماه قرآن، ماه نزول قرآن. ایشان قاری تلاوت کرد شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن، ماه شریف رمضان که در این ماه بزرگ خداوند قرآن عظیم شأن نازل کرده است. البته این ماه بزرگ است. صد شکر خدا از نو ماه رمضان آمد، خشنودی و فیروزی برخورد کلان آمد، دلهازی فرح سرشار، کامد مهی استغفار، آزادی زی سوزی نار بر پیر جوان آمد. دلهای مسلمان ها از فرح سرشار است، زیرا این ماه استغفار گناه است، ماه آمرزش گناه است. کسی این ماه پاس می‌داره به خاطر الله عبادت میکنه، در این ماه 300% گارانتی است که گناههای پیشینش بخشیده میشود. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی ماه شریف رمضان به خاطر الله روزه میگیره، صدقا به خاطر الله، برای ریاکاری نه. البته این رمضان ریا هم کنه داره، هر کسی میگیره به خاطر الله میگیره، زیرا ریاکارا در خلوت روزشون نمیخورن و بدبختا او را روزدار هم گفته نمیشود. گناههای پیشینش بخشیده میشود. این 100%. و من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. و هر کسی که ماه شریف رمضان قایم می‌دارد، شب‌های رمضان قایم می‌دارد، در شب‌های رمضان ختم قرآن می‌گذرونه، به خاطر الله تمام گناه‌های پیشینش بخشیده می‌شود. این 200% شد. و من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. و هر کسی که شب قدر، ببینه این ماه با یک شب داره که طاعت عبادات در این شب بهتر از 1000 ماه طاعت عبادات است. هر کسی همین شب قدر به خاطر الله میگه قایم و استوار میداره، گناههای پیشینش بخشیده میشود. 300%. سبحان الله. دلهازی فرح سرشار، کامد مه استغفار، آزادی زی سوزی نار بر پیر جوان آمد.
این ماهی صفا باشد، هم ماهی وفا باشد. عالم همه نورافشان چون جان جهان آمد. فرض است عزیزی من این روزه به مرد زن. ای برادر مسلمان دعوای مسلمانی میکنی، این روزه به مرد زن مسلمان فرض است. کتب علیکم الصیام، بر شما روزه ماه شریف رمضان خداوند فرض گردوندگی است. فرض است عزیزی من این روزه به مرد زن هم قوت جسم و تن هم راحت جان آمد. در این ماه شریف رمضان چقدر آدم آرام و آسوده است. هیچ کی نمیخری شکم خولی، توالت هم کم میدوی، با کارهای دیگر هم کم مشغول میشه. بیشتر هم روزه‌دارا را ببینید با ذکر مشغول هستند، لغو کم میگن در ماه شریف رمضان. هم قوت جسم و تن، تمام شلکی که در بدن همش نیست میشود، هم راحت جان. از فیض تراویحش و سبحه و تسبیحش بویی به مشام ما بوی از جنان آمد. از فیض تراویح این ماهی نمازی تراویح یا دارو ما کودک بودیم در ماه شریف رمضان تسبیح نمیگن. او وقت اینقدر قاریای شیرین ادارم نبودن. عادتا موسفیدا میگفتن میگی تصور کنه که تسبیح وقت بخور بگن چقدر بازی بخشرو میویا. 3-4 موسفید می ایستادن، یکتاش آوازش باریکتر، یکتاش آوازش غفستر. وقتی همی سبحان ذی الملک و الملکوت سر میکردن تا راحت میکردیم. خدا راستی واقعا خشرو سر فویش همی خوبه. آرزو میکردیم در نماز اشتراک کنیم، او را اتس همیم که بیسته یکون گفت خبر نشود. دیگه همی سبحان ذی الملک و الملکوت باور کنید زنکو کوچه میبرمدن گوش میکردن که قخش رو میگنه. و امروز الحمدلله اکل دوملو بیایی مرحمت کنید ها کوچه میبرمدن تا اینکه همون صدای سبحان ذی الملک و الملکوت گوش کنن. عجب یا نعمتی بزرگی است. از فیض تراویحش و سبحه و تسبیحش گویی به مشام ما بوی از جنان آمد. گویا یک بوی جنت آدم استشمام میکنه. خدا را شکر که این ماه بزرگ آمد. قد اظلکم شهر عظیم مبارک، شهر فیه لیلة خیر من 1000 شهر. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت ماهی که یک شب داره که از 1000 شب بهتر، از 1000 ماه بهتر و خوبتر است. از 1000 ماه طاعت عبادت دیده، همین طاعت عبادتی که در شب قدر کرده می شود فضیلت مرتبه بیشتر داره. حضرت صلی الله علیه و سلم باری همراه اصحاب بزرگوار نشسته بود و قصه یکی از پیامبرای بنی اسرائیل کرد با نام شمعون که همین مرد خدا همه مقصد شب تا سحر در عبادت پروردگار قایم بود است و با روز تا بگه با دشمنای خدا می جنگید است. بسیار پهلوان بود. در کتابای بیبلیا با نام سمسام یاد می شود همین شمعون. حتی هم هیکلوش بعضن میکردن، بسیار پهلوان شکلش میکنن. بسیار مقصد که واقعا پهلوان بود است. انا این قصه شکر حضرت صلی الله علیه و سلم که گفت که مدت 1000 ماه به خاطر الله با دشمنای الله جنگیده است. وقتی اصحاب گوش کردن افسوس صد افسوس گفتن که امر ما بسیار کم است. این مرد خدا را ببین که خدای تعالی اینقدر امرش داده است که امیر 1000 ماه شا فقط به همین جهاد در راه خدا صرف کرده که حضرت خداوندی همین سوره قدر را نازل کرد. در اسباب نزول همین سوره همین روایت می آید که در ضمن آیاتش گفت که لیلة القدر خیر من 1000 شهر. شما هرگز محزون نشوید. برای امتهای حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم الله شبی را داده است که عبادت در این شب بهتر است از 1000 ماه طاعت عبادت. اگه خشو به حال جوان مرده که پاس خاطر شب قدر میدونم. شهر جعل الله صیام نهاره فریضة و قیام لیله تطوعا. ماهی بزرگه که خدای تعالی روزه روزاش برای
امتاش فرض اعلان کرده است. این فریضه پروردگار است و قیام شبهاش نفل اعلان کرده است. قیام شبهاش سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. هم روز ثواب میگیری، هم شب ثواب میگیری. این روزه واقعا نعمتی بزرگ است. خشو به حال کسی که روزه ماه شریف رمضان میگیرد. تصور کنه که ماهی که فیض برکات خدا به زمین نازل می شود، شبها تا صبح دروازه رحمت پروردگار بازه. روایت عقبه ابن فرقد صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. عقبه ابن فرقد میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم بار تاکید کرد، گفت فی رمضان تفتح فیه ابواب السماء و تغلق فیه ابواب النار و یصفد فیه کل شیطان مرید. در ماه شریف رمضان درهای آسمان و درهای رحمت باز می شوند. به امر پروردگار